هر یک آرزوی هدفی که شما در دل دارید باید آنقدر بزرگ باشد که شما را به حرکت نمودن وادار سازد. مایکل فلپس می گفت هدفها نباید ساده باشند. آنها باید شما را ناراحت کنند تا شما را به کار کردن مجبور سازند. این معنای آن را دارد که عزیزان، آرزوی هدفهای بزرگ نه تنها برایتان الهام می بخشند، بلکه شما را وادار می کنند که از منطقه راحتتان بیرون برآیید، قدرت‌های پنهانی خود را کشف کنید و به زینه‌های بلندتر برسید. حیات نه با راحتی هر روزه، بلکه با مبارزه و جسارت به دشواری روبرو شدن معنی پیدا می کند. پس وقتی که دشواری شما را می ترساند، آن را همچون علامت قبول کنید که شما در راهی درست هستید. و حالا درباره سن و سال باشد، جکی جوینر به ما خاطر رسان می کند که سن و سال تنها یک محدودیتی است که شما در ذهن خود می گذارید. این معنی آن را دارد که سن و سال هیچگاه نمی تواند مانعی هدفهای شما شود، مگر آنکه شما خود این محدودیت را قبول کنید. شما همیشه می توانید از نو شروع کنید، همیشه می توانید قله های نو را فتح کنید. سن و سال تنها رقم است، اما اراده و روح شما بی‌پایانند. همین طور بگذار سن و سال شما را باز ندارد و دشواری ها شما را ترسانند. بجای این آنها را همچون قوه های بینید که شما را به سوی بزرگی تیره می دهند. با دلپری به خود بگوید که من خود را از هیچ چیز محدود نمی کنم. من قله های آرزویم را فتح می کنم، ناوابسته از آن که آنها چقدر بلند و دشوار باشند. زندگی کوتاه است، اما امکانیت ها بزرگ. حالا وقت است که حرکت کنید و خودتان را در زینه های بلندتر تصور کنید. یعنی برای رسیدن به هدف، به آرزوها، نقشه های کلان و هدف های کلان، ناوابسته از آن که در چه سن و سالی هستید، شما می توانید به هدف و آرزوهای خود دست پیدا کنید. با امید موفقیت، پیروزی و دستاوردهای بزرگی یکایک شما عزیزان، با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید.